حالی آموزگاری دانشگاه دولتی باختر با نام ناصری خسرو وارد میدان می‌گردد. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری دانشگاه دولتی باختر با نام ناصری خسرو تاریخ 89 ساله داشته و تربیت متخصصان جوان نقش بقایت توان دارد. در این زمان کالج آموزگاری شهر باختر برای آماده کردن متخصصان میانه کسبی برای ساحه معارف